سلام دوستان، با کانال نکاتاب خوش آمدید. در این دنیای ترسناک هرچند که احتیاط کنیم اما باز هم امکان دارد که خطر به سراغ ما بیاید. هر لحظه ممکن است که در وضعیت قرار گیریم که بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کنیم. در این لحظه ها هر ثانیه برای ما مهم است و ما باید در فکر زندگی باشیم. در این ویدیو صحنه‌های ترس‌آوری که لحظه بین مرگ و زندگی است را یکجا تماشا می‌کنیم. تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. هر انسان آرزو دارد که روز عروسیش بهترین روز زندگیش شود، اما این روز مهم برای یک عروس گویا که لحظه مرگش شد. در پالایو کارمن در مکزیک عروس با نام امی زونو میخواست بر اساس یک رسم کهنه لباس عروسیش را از بین برد و با پریدن به دریا میخواست که این کار را کند، اما این رسم خنده‌آور به یک صحنه وحشتناک تبدیل شد. لحظه در آمدن امی به آب لباسش به سر رویش پیچید و مانعی بر آمدن او بر روی آب شد. وقتی شوهرش ایری و دوستش موضوع را میفهمند به آب در آمده به او یاری میدهند تا لباس را از رویش گرفته او را بر روی آب برآورند. اگرچه او آسیب ندید اما از ترس بدنش میلرزید. این نوع عروس و داماد هرگز فکر نمیکردند که این حادثه با آنها روی میدهد. از بین بردن لباس به یک غرق شوی وحشتناک تبدیل شد که عروس با سختی از این حادثه نجات یافت. حتی وقتی در پشت چنبرک ماشین نیستیم باز هم راه مکانی خطرناک محسوب می شود. زن همراه کودکش ماه دکبر سال 2018 در شهر هالونگ ویتنام یک درس مهم را در وقت خطر آموخت. کامرای ماشین این زن را ثبت کرده است که در نزد ماشین خود کودک در بغل ایستاده است. ناخواسته حادثه غیر انتظار روی داد وقتی ماشین تریلری کلان کنترلش را گم می‌کند و از طرف مقابل راه به سمت زن حرکت می‌کند. زن وحشت زده کودک در دست از آنجا میگریزد و از یک فاجعه وحشتناک خلاص می شود. گفتند که این ماشین تریلر برای پیشگیری از تصادف با ماشین روبرویش حرکت را به سمت دیگر عوض کرده به این طرفی راه برآمده است و او نه تنها مادر و کودک را آسیب میداد، اینچنین این تویوتای به راه برآمده را نیز میتوانست نابود کند. باز در این حادثه 3 ماشین دیگر را آسیب رسانید. این حادثه یک زنگ خطر است که ما باید در محیط اطرافمان به همه چیز اهمیت دهیم. رابطه بین مادر و فرزند یکی از قدرتمندترین رابطه‌های دنیاست که هر فاجعه‌ای را دور کرده می‌تواند، مخصوصا وقتی که یک وضعیت عادی با سرعت بد می‌شود. 19 یونی سال 2019 زن با پسر خردسالش به ساختمان لارنس در مدلن کلمبیا داخل می‌شود. وقتی آنها می‌خواهند که به حجره کاری رئیس شرکت درآیند، حادثه غیر انتظار روی می‌دهد. کامراهای نظارتی نشان می‌دهند که مادر و کودک در بیرون حجره انتظار هستند. مادر به تلفن دستش نگاه دارد و کودک به نزد رشادکای زینه‌پایه می رود. فکر می کند که آنجا شیشه است و زانو می زند تا به شیشه دست زند. ناگهان با سر به پایان می رود. اما مادر مثل رعد و برق به سمت پسرش می دود و موفق می شود که از پایش او را دارد تا به پایان نیفتد. یک کارگر آنجا به پایان می دود و دیگر شاهدان یاری می دهند تا پسرک را بگیرند. در اینجا عکس‌العمل تیز مادرش پسرک را از آسیب و یا حتی مرگ نجات داد و پسرک سلامت ماند.
با نزدیکی ویدیویی در اینترنت پخش شده است که جوانی روی تاپ نشسته لذت میبرد و دوستش او را از پشت تله میدهد. ناخواست پایش با بند زیر تاپ محکم میشود و نزدیک بود که از ارتفاع چند صد متره به پایان پرد، اما خوشبختانه پا از ریسمان گشوده نمیشود و دوباره برگشته بر روی زمین میرسد. شاید ویدیوهای جعبه کشایی را زیاد در یوتیوب تماشا کرده باشید، اما این ویدیوی ما را ببینید حیران میشوید. ماه سپتامبر سال 2020 در تنسی ممفیس قطاره نورفاک ساودرن از زیر یک کپروک آهنی پست میگذرد. قطاره اجازه گذشتن از زیر این کپروک را نداشت چون که گذشته نمیتوانست، اما تا لحظه که قطاره را منع میکنند الکی دیر شده بود و سقف قطاره کنده شده پچق میشود. در این حادثه 2 میلیون ضرر میبیند. این قطاره ماشین حمل میکرد و آن ماشین ها به طور پره آسیب دیده بودند. این حادثه را شخصی که در روی کپروک ایستاده بود ثبت کرده است. 5 می سال 2020 مرد در انگلیس قانون را زیر پا کرده به قیمت جانش این کار را پرداخت کرد. تصویر کامراها مرد را نشان می‌دهد که علامت‌های هشدار دهنده را نادیده گرفته از راه قطار گذشتنی می‌شود. او فاصله بین قطار و خودش را نادرست حساب می‌کند و در لحظه اخیر از روی ریل قطار می‌گذرد. او فقط یک قدم از مرگ فاصله داشت. پلیس این مرد را نیافت، اما برای هشدار مردم برای تکرار نکردن این خطاگی این خبر را پهن کرد. ما باید توجه کنیم که علامت‌های هشدار دهنده، مانعه‌ها و چراغک‌های چشمک زن به سبب نیستند و این مرد برای صرف کردن چند دقیقه وقت خود نزدیک بود که جانش را از دست دهد. اما خبرها زیادند که کسانی که مثل این مرد قانون شکنی کردند مثل او بختشان بلندی نکرده است و متاسفانه جانشان را از دست دادند. 31 اوگوست سال 2013 یک روز طوفانی در شمال تایوان بود. رانندگان در خیابان بیلیند رانندگی می‌کردند. آسمان تاریک و شمال‌های سخت. آنها نمی‌دانستند که چی در انتظارشان است. ویدیوی درون ماشین صحنه‌ای را ثبت کرده است که یک ماشین سفید با احتیاط ماشین علامت هشدار گذاشته شده بود که آنها نباید آنجا رانندگی کنند. اون صخره سنگ در بالای کوه معلوم بود و اگر موج لای و خاک ماشین را یک نیمه نمی‌کرد پس حتما در زیر سنگ پچق میشد. این حادثه در حقیقت باور نکردنی بود.